شاید باورتون نشه بشه با ماست هم کوکو درست کرد. کوکوی ماست یه غذای فوق‌العاده لذیذه که هم میتونید با نون سروش کنید هم با برنج. مواد لازم: تره خیلی ریز خورد شده، ماست چکیده خیلی سفت، هویج، خلال بادام و پسته، آرد گندم، زعفران، نمک و فلفل و پاپریکا به مقدار لازم. بریم که با هم درستش کنیم. ابتدا تره هویج. ویجیتریانه دیگه این. بله میشه، ویژیتریانی ها خیلی راحت میتونن از این غذا استفاده کنن. زعفرون آب زده. فقط آب خورده؟ دم نکشیده؟ نه، ماست و زعفرون چی بشه؟ ما اصفهانی ها یه غذایی داریم در حقیقت دسر هستش به نام خورشت ماست که فوق العاده با جذاب و گوشته؟ لذیذ هستش. بله با گوشت گردنه. انشالله اون رو هم آموزش میدم بهتون در آینده. به اندازه 1 تا 2 تا قاشق غذاخوری هم بهش آرد گندم میزنیم. مواد که مخلوط شد 1-2 تا تخم مرغ توش میشکنیم الان مخلوط شد؟ تقریبا. پوستش نازک بود و پاشید. اینم کوکوه؟ بله. البته فکر کنم شما به املت خیلی علاقه دارید، میتونیم بگیم که املت ماست. تو این مرحله نمک و فلفلش هم میزنیم. ما اگه مرحله اول میزدیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ. فلفل سیاه خوش عطرتره، فلفل قرمز خوش طعمتره. بعد همینطور پاپریکا. دست آخر خلال پسته و بادام رو اضافه میکنیم. دست آخر مگه ورقه؟ به خاطر این آخر سر میزنیم که خلال بادوم و خلال پسته ما له و خورد نشن داخل کوکو و اون خلال بودن و درشت بودنشون حفظ بشه. همه مواد رو کف سینی فر یا تابه روغن میزنیم و صاف میکنیم و داخل فر و یا روی اجاق گاز هیچ فرقی هم نداره تپ میکنیم. داخل فر راحت تره چون دیگه نیازی نیستش که ما کوکو رو زیر و رو بکنیم و کوکو یک دست میپزه. ولی اگر که دسترسی به فر نداشتیم، چون این کوکو برای مسافرت هم خیلی جذابه، میتونیم اون رو روی گاز اجاق گاز معمولی درستش کنیم که اون دو دست بپزه. دو رو بشه. اینجوری یه روه، اونجوری دو رو. کف تابه رو کامل چرب میکنیم. مواد رو داخل تاوه میریزیم.
این رو هم 10 الی 15 دقیقه میذاریم داخل فرن